سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از قسمت‌های آموزش PTE در خدمت شما هستیم. در این قسمت و در این جلسه میخوایم یکی از پرچالش ترین و مهمترین تسک ها در آزمون PTE و در بخش اسپیکینگ یعنی read aloud رو با هم یاد بگیریم و تمامی نکاتش رو خدمتتون من آموزش بدم و ببینید که خیلی هم چیز پیچیده‌ای نیست و خیلی برای خودتون گندهش نکنید. همینجور که در این قسمت میبینید، در قسمت اسپیکینگ شما read aloud رو دارید. تقریبا بین average questions یعنی میانگین سوالاتی که در امتحان میاد بین 6 تا 7 سوال هست و ممکنم 8 تا هم بیاد، ممکنم 5 تا بیاد. کل نمره‌ای که میده 51 و نیم هست که 21 نمره رو میده به ریدینگ شما و 30 پوینت و 30 و نیم پوینت تقریبا میده به اسپیکینگ شما. پس در واقع اسکیلی هست که به ریدینگ و اسپیکینگ شما رو نمیده. اگر دقت بکنید تقریبا 1/3 اسپیکینگ شما از همین رید الاود نمرش گرفته میشه و یک چیزی تقریبا حدود 1/5 ریدینگ شما هم از طریق رید الاود در واقع نمره داده خواهد شد. پس خیلی مهمه. نکته بعدی این که چون در ابتدای آزمون میاد، یعنی اولین سوالی هست که شما باهاش در آزمون مواجه خواهید شد، پس خیلی تأثیر داره. وقتی شما این سوال رو خوب پاسخ میدین خیلی تأثیر داره در ادامه روند. پس من خیلی تأکید میکنم خدمتتون که این سوال رو جدی بگیرید. روزی 10 تا رید الاود کار بکنید، شاید بیشتر شاید کمتر، ولی من حداقل 10 تا رو میگم کار بکنید و نحوه کار کردن رو در ادامه بهتون میگم. پس این هم در مورد نمره دهی. اما بریم سراغ سوال به چه فرمت هست. سوال تقریبا یک تایمی رو به شما میده، 30 ثانیه تا 40 ثانیه. میگه شما اینو باید بخونی و آماده بشی و همون مدت زمانی که مثلا 35 ثانیه اگه میده آماده بشی، 35 ثانیه هم بهت زمان میده که این متن رو براش بخونی. read aloud. اولین نکته، بلند باید بخونی. اینی که اینجوری بیای بخونی، صدات باید رسا باشه. باید سیستم تشخیص بده. آزمون پیتی آزمونی هست که تو داری با یک ربات آزمون میدی و هیچ انسانی در کار نیست که از شما در واقع امتحان بگیره. پس شما بایستی به ربات خوب بفهمونی که میتونی بخونی. پس یه تایمی رو اینجا بهت میده، 35 40 30 متغیره. اگه متنت کوتاه باشه در واقع ممکنه که در واقع به شما مدت کمتری بده. اگه متنت مثلا اینجا ببینید 30 در واقع 5 ثانیه داد، یه خورده متن کوتاه‌تر است. باز اینجا 35 ثانیه، ممکنه بین 30 تا 35 ثانیه در واقع متغیر است. خب اما بریم ببینیم که استراتژی که ما برای حل و برای مواجهه با این نمونه سوال بایستی در واقع در نظر بگیریم چی هست. اولین کار بایستی که زمانی که داریم میخونیم متن رو چشمی نخونیم و با زبونمون اون کلمه رو به صورت آروم بگیم. حالا من این خط رو میام میخونم براتون که ببینید چجوری باید بگید. این نکته اول آروم خوندن زیر لب هست. من هنوز به نکات این که چجوری باید این خونده بشه اشاره نکردم، فقط همین. Most society throughout history employed some strategies to help people in poverty meet basic needs. این باعث میشه که شما اون کلمه رو یک بار به زبون آورده باشی و زمانی که یک بار به زبون میاری از توپق زدنهای احتمالی در طول اینی که داری جواب رو میخونی برای کامپیوتر چیکار میکنه؟ جلوگیری میکنه. تا اینکه شما برای اولین بار بخوای اون رو کلمه‌ش رو بگی. ببینید شما باید کلمه رو بگی، یعنی علاوه بر ذهن شما که باید بدونه که چجوری اون کلمه تلفظ میشه، زبون شما هم بایستی چیکار بکنه؟ کار بکنه. شما ممکنه بدونی میشه societies، ولی وقتی نگیش ممکنه بگی societies، مثلا یه جوری تلفظ. پس این نکته اول، زیر لب آروم باید در زمان آماده شدن بخونی برای خودت یک بار.
Most society throughout history employed some strategies to help people. آروم که بخونی هم تمرکز داری، هم این که چون داری آروم میخونی گوشت داره در واقع تیزتر میشه و این کلمات رو دقیقتر میشنوه و حتی شما یک سری چیزا رو حفظ میشی در طولی که میخونی. این نکته اول. نکته دوم یک نکته هست که میگن چانک بندی. من اصلا به اصطلاحات چانک مانک کاری ندارم، فقط میخوام بهت بگم اینی که شما در فارسی مثلا چجوری صحبت میکنی، میگی که من امروز خیلی روز خوبی داشتم. نمی اینجوری بگی من امروز خیلی روز خوبی داشتم، نه، میگی من امروز خیلی روز خوبی داشتم، یعنی فعلت رو، فاعلت رو، اینها رو قسمت قسمت میکنی. این کتاب خیلی مهمه، این کتاب خیلی مهم، مثلا اینجوری، پس اینو خیلی دقت باید داشت. در انگلیسی هم همینه. ببینید تو این متن که شما الان دقت بکنید most societies throughout history اینا با همه. اگه شما اینجوری بگید most societies throughout history employed some strategies to help people in poverty، این فلوئنسی شما رو نمره نمیده چون شما فلوئنت نخوندی. شما مثل یک ربات تیکه تیکه فقط کلمات رو ادا کردی. ولی زمانی که شما بدونی که اینجا رو باید فاعلته باید با هم بخونی، اینجا فعلته، اینجا نمیدونم ادجکتیوته. ببینید حالا جوری که من میخونم most society throughout history این با همه employed some strategies to help people in poverty meet basic needs. ببینید most societies throughout history employed some strategies to help people in poverty meet basic needs. ببینید چه قشنگ. تا اینکه میمونم اینجوری میخونم most societies throughout history employed some strategies to help people in poverty meet basic needs. نه، این اصلاً به درد نمیخوره. نکته سومی که در همین جا میخوام بهت بگم، سعی کن که لهجه فارسی خیلی ندی. most societies throughout history، مثلا این هندی ها اینجوری میگن most societies throughout history employed some strategies to help people. فارسیش نکن. most societies throughout history employed some strategies to help people in poverty meet basic needs. فکر کن داری اخبار میگی، فکر کن میخوای این متن رو به یکی بفهمونی با یک زبان شیوا، با یک زبان رسا، به یک فردی براش بخونی. Before the 20th century، ببینید باز اینجا با همه before the 20th century. ممکنه بگه before the 20th century، نه، before the 20th century religious groups and private charities. ببینید با همه religious groups and private charities. ممکنه باز یکی بخونه religious groups and private charities often led such initiatives. نه، religious groups and private charities often led such initiatives. Today these are called welfare programs. ببین میگه امروزه these are called and they usually take the form of government provided subsidies for housing and healthcare. Subsidies، حتی من اینجا اشتباه خوندم. Form of government provided subsidies for housing and healthcare. پس چانک بندی یعنی اینکه بدونی چجوری میخونی، لغات رو باید تلفظاشو یاد داشته باشی. usually رو نگی usually، نمیدونم خیلی جاهای دیگه. حالا من یه دور میخونم براتون و با نحوه خوندن من آشنا بشید. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، بین نقطه ها و ویرگول ها، نقطه ها یک مکس، ویرگول ها یک مکس خیلی کمتر. یعنی اینجوری نباشه today these are called welfare programs and they usually take the... نه اینجوری نه. حالا میخونم متن رو به صورت کامل تا شما برای خودتون در واقع یک مبنایی برای خوندنتون داشته باشید. Most societies throughout history employed some strategies to help people in poverty meet basic needs. Before the 20th century, religious groups and private charities often led such initiatives. Today, these are called welfare programs, and they usually take the form of government-provided subsidies for housing and healthcare.
سرعت خوندن شما هم خیلی مهمه. خیلی جاها آروم میخونن، بعضیا خیلی جاها آهسته. مثلا میگم most societies throughout history، نه. یا یکی میگه most societies throughout history، نه. بایستی سرعتتون رو تنظیم کنید. من یه متن دیگه هم میارم براتون، این رو میخوایم با هم تمرین بکنیم و این رو هم به عنوان یک در واقع مبنا به شما میدم و شما با این مبنا دیگه باید خودتون تمرین بکنید. ببینید من نمیتونم بیام بگم که مثلا این کلمه physicists یا این کلمه grasp یا مثلا electrons اینا چی میشه، اینا باید خودت بری. مثلا شاید این کلمه نیوکلس حتی ندونم تلفظ دقیقش رو، نیوکلس. ببین قبل آزمون تعیین کن واسه کلمه‌ای که حتی نمیدونی چی بگی. ببین این کلمه الان تلفظ دقیقش چیه؟ نیوکلیس. خب من شاید ندونم روز آزمون، شما که علامه در نیستی که همه کلمات رو بردی، ولی برای خود تعیین کن، بگو این کلمه رو میگم نیوکلیس مثلا، دیگه اونجا قاطی نمیکنم، درست و غلطش رو ولش کن، بگو میگم نیوکلیس. اونجا دیگه وقت این نیست که بیا بگی آخ دیگه من نمیدونم این چجوری تلفظ میشه، من تموم شد. نه، شما حتی 3-4 تا کلمه رو از خودت هم تلفظ بگی ولی فلوئنت بگی، نمره کامل رو میگیری. خب بریم برای آماده سازیش. پس در آماده سازیش آروم زیر لب باید بخونی برای خود. Physicists thought they had a solid grasp on what made up matter. They knew that atoms contained electrons surrounding a positively charged nucleus. They also knew that each nucleus contained a number of protons and positively charged particles. Combinations of those two particles made up all of the matter in the universe. ببینید؟ پس physicists thought they had a solid grasp on what made up matter. They knew that atoms contain electrons surrounding a positively charged nucleus. ببینید a positively charged nucleus اینا یک با همن، یه ترکیب با همیان. positively اگه شما بگی they knew that atoms contain electrons surrounding a positively charged nucleus، نه a positively charged nucleus، a positively charged. خب یه دور میخونم و برای این جلسه به پایان میرسونم. اگر سوالی دارید حتما در زیر در واقع این ویدیو کامنت بکنید. حالا آیدی تلگرام اگه دارید بذارید، من حتما بهتون پیام میدم. برای کلاس های خصوصی هم ما کلاس های خصوصی رو برگزار خواهیم کرد با خیلی هزینه کم و هزینه معقول. هزینه‌اش خیلی نسبت به کلاس های دیگه بهتره و مسلماً بهتون قول میدم با بالاترین بازدهی خدمتتون نکات رو آموزش خواهیم داد. حالا در این ویدیو زیاد تایم نیست که من بخوام مفصل در مورد همه چیز توضیح بدم، ولی سعی میکنم که تا جایی که امکانش هست نکات رو خدمتتون بگم. خب بریم که بخونیم. Physicists thought they had a solid grasp on what made up matter. They knew that atoms contain electrons surrounding a positively charged nucleus. They also knew that each nucleus contained a number of protons and positively charged particles. Combinations of those two particles made up all of the matter in the universe. خب خسته نباشید برای این جلسه. امیدوارم که روز و روزگار برای شما خوش باشه و باز در ادامه ویدیوها در خدمتتون خواهیم بود. روز خوش.